سرخط خبرها: مشاور رئیس جمهور آمریکا: ماه آینده درباره ایران تصمیمات مهمی خواهیم گرفت. رهبر انصارالله یمن: آماده اعزام صدها هزار رزمنده برای حمایت از فلسطین بودیم. پوتین: آماده مذاکره با دولت ترامپ برای پایان دادن به مناقشه اوکراین هستیم. سلام، به این سرویس خبری خوش آمدید. به نقل از اسوشییتد پرس، مشاور رئیس جمهور آمریکا گفت دولت این کشور طی ماه آینده تصمیمات مهمی درباره ایران میگیرد. همزمان ایران آمادگی خود را برای نشستن پای میز مذاکره با آمریکا اعلام کرده است. منابع آگاه فاش کردند یک شخصیت سیاسی عراق چراغ سبزی برای گشودن این کانال ویژه برای وساطت میان آمریکا و ایران دریافت کرده است. این منبع آگاه تاکید کرده تیم ترامپ در حال حرکت برای آرام کردن درگیری هاست. عراق پیشتر نیز میان ایران و عربستان میانجیگری کرده بود. فرایند میانجیگری میان آمریکا و ایران با تعیین اولویت‌ها و همچنین شرط اولیه برای انجام گفتگوها آغاز شده است. در جریان سفر هفته گذشته سودانی به تهران، پزشکیان از توانایی دولت عراق برای ایفای نقش میانجی بین تهران و واشنگتن استقبال و نسبت به آن ابراز اطمینان کرده بود. رهبر انصارالله یمن گفت ما حاضر بودیم صدها هزار نفر را برای حمایت از مردم فلسطین اعزام کنیم، اما کشورهای بین ما و فلسطین به درخواست باز کردن راهها پاسخی ندادند. ما صمیمانه ترین تبریکات خود را به ملت فلسطین با همه گروه‌ها در داخل و خارج از کشور تقدیم می‌کنیم. این پیروزی بزرگ با وجود تهاجم کامل و تجاوز گسترده با مشارکت آمریکا و شرایط پیچیده و گرسنگی حاصل شد. مقاومت در غزه تعدادی از رهبران خود از جمله اسماعیل هنیه را از دست داد. مبارزان مقاومت در غزه به انجام تاکتیک‌های نظامی مختلف روی آوردند و الهام بخش نسل‌های جدید شدند. وی با تاکید بر اینکه ایران با وجود همه فشارها به حمایت از مقاومت متحد ماند، نقش مهمی در تحقق این پیروزی داشته است. او ادامه داد حزب الله در این راه فداکاری بزرگی کرد و رهبران و اعضای مجاهد خود را به شکل بی‌سابقه‌ای برای مردم فلسطین فدا کرد. حزب الله در عملیات‌های بزرگ با دشمن درگیر شد و با رویارویی‌های همه‌جانبه علیه دشمن به غزه و ملت فلسطین کمک کرد. رهبر انصارالله یمن ادامه داد اگر شرایط برای مردم ما فراهم شده بود، ما حاضر بودیم از طریق جنگ مستقیم در کنار مجاهدین صدها هزار نفر را برای جهاد در حمایت از فلسطین بفرستیم، اما دولت‌ها و کشورهای بین ما و فلسطین به درخواست باز کردن راه‌ها پاسخی ندادند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، اعلام کرد مسکو آماده گفتگو با دولت جدید آمریکا برای پایان دادن به مناقشه اوکراین است. او تاکید کرد هدف این مذاکرات باید صلح بلند مدت باشد. ساعتی پیش از مراسم تحلیف دونالد ترامپ، رئیس جمهور روسیه از آمادگی خود برای مذاکره با دولت ترامپ پیرامون مناقشه اوکراین خبر داد. از اینکه با ما بودید سپاسگزاریم.